ادزی که الان مثلا تو اینترنت اتفاق میفته، اکوسیستم تبدیل به دو قسمت خیلی بزرگ شده. اون آدمایی که میخوان ادو بخرن، اون آدمایی که میخوان ادو سرو بکنن، ادو نشون بدن. اونایی که میخوان ادو بخرن سمت دیمند بهشون میدن، این میگن تقاضا. اون بهش میگن چی؟ سمت سوپلای، عرضه و تقاضا در واقع. و عرضه میکنه این و تقاضا داره و خب یه اکوسیستم اینجا به وجود اومده که گوگل خیلی روش سواره. حالا کلا اد چطوری کار میکنه؟ مثلا فرض بکن وبسایت‌ها چطوری هست، مثلا یه بنری بالا سرشه یا مثلا تو یک فضایی رو داری، اون توی اون فضا میتونی بیای اد نشون بدی. من مثلا اینطوری مثال میزنم، فرض کن این گوشه از اتاق خونه ما، این دیوار اینجا رو میخوام اینجا بنر بیاریم بزنیم، بنر پارچه بیاریم بزنیم. تو میگی که اوکی من مثلا 10,000 تومان میدم، بنر من مثلا 30 روز این بالا بود. سپرم میگه که منم این بنر رو میخوام، من 15,000 تومان بهت میدم. بین مثلا ما خیلی محله‌ای اسمشو بذاریم لوکالی، ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم این آکشنات با بده. همینو بیار توی اسکیل خیلی خیلی بزرگتر که تو فرض کن یه وبسایتی، مثلا فرض کن هر وبسایتی که باشه، وبسایت اصلا خبری، بعد مثلا اون بنره رو تو بخوای مثلا بفروشی به کسی بدی، یه سیستمی اومده که بهش میگن سیستم پروگراماتیک، همون مثلا آکشنی که تو زرس پروگراماتیک. حالا شاید مثلا اگه الان میومد بیرون بهش میگفتن هوش مصنوعی اینا، ولی پروگراماتیک این سیستم اتومات شده یه پشت این قضیه است که تو اون دیمند ساید و سوپلای ساید اصلا همدیگه رو نمیبینن و توی یه چرخه میفته که تو هم میگی که چی، مثلا آقای گوگل یا آقای فیسبوک من اد میخوام، برو واسه من به یوزرها نشون بده.